مادر بزرگ سلام. سلام مادر بزرگ عزیزم، خوبی؟ ای جانم که امشب اومدی. من لبخندتو میبینم حظ میکنم. ای جان دلم. مادر بزرگ کدوم بچه‌هاش نوای شما کدوم؟ شما این به اسمشون چیه؟ زهرا. خود حضرت زهرا؟ ای جانم که خندیدی. ماشاءالله آخه سنتون میخوره با حضرت زهرا، نه؟ با حضرت زهرا هم کلاسی بودین؟ بعد چند سالتونه مادر بزرگ چند سالشونه؟ ازش میپرسی تو نمیدونی مادر بزرگ چند سالشه؟ تو خجالت نمیکشی به عنوان اینقدر آلمانی شدی مادر بزرگ بپرسی چند سالشه؟ خب بپرس. چی؟ 70 واقعا؟ جون من 70؟ بگو به جون حضرت زهرا. خیلی ماهی مادر بزرگ، تو خوشگل ترین آدم تو این سالونی. میخوام بدونی ماهی 70 80 90 170 فرقی نمیکنه. هیچ فرق. دلت شاد باشه، دلت جوون باشه، مثل این راننده کامیونه نباشی. دلت تو مادر بزرگ شاد اینطوری میخندی، من لذت میبرم. به خدا میگم اینجا وای میسم روی ماهت اصلا میخوام بیام ببوسمت. I love you. افغان هستین؟ به جان دلم. وای حالا چیکار کنم؟ خیلی ماهی از نزدیک متوجه شدم 60 هم بهت میخوره. زهرا همینجوری گذاشتی من ببوسمت؟ خب تو که محجبه ای باید بگی نه. اچھا این آخه حرامه. حرام. جون دلم. صبر کن زهرا داره الان آیه میخونه. بگو زهرا جان. جای پسرتون هستم؟ یعنی منظور پسر دوست پسر؟ فکر کنی اینا گفتم خوشگلی دوستت دارم میخوام پسرت بشم؟ نه قربونت برم، آمدم از آمریکا اومدم آلمان یه چیزی گیرمون بیاد. یه کسی که واقعا با تجربه باشه، با عقیده باشه. یه عمر زحمت کشیدم یه زهرایی بیاد تو زندگیم یه دعا بکنه این راننده کامیونه برید تو شلوارش. ولی خوش آمد که اینقدر مهربونی، اینقدر روشن فکری مادر که باز منو ماش کردی. به خدا میگم خیلی کار قشنگ زیبایی کردی. این افغان ها اینقدر محبت دارن که حد نداره. خیلی محبت دارن شدید، این جدی میگم. و به عنوان یه ایرانی که شما من به عنوان یه ایرانی این حرفو میزنم، برای که الان من تو آلمان هستم، توی کشور آزاد، کشوری که شما همتون اومدین سالیان سال زندگی کردین، فرهنگ اینجا رو دیدین چقدر نژاد پرستی کثیفه، چقدر شما احساس بد میکنید وقتی یه آلمانی به شما به یه چشم پایین نگاه میکنه. ها تو رو نمیگم امیرا، اگه تو رو به چشم پایین نگاه میکنه به خاطر این اخلاق گندته، این به خاطر نژاد آفت. خب اونا بالا میارن وقتی تو رو ببینن. میفهمی من دارم از تو استفاده میکنم که بتونم مطلب رو برسونم. ولی تو که من تو رو نمیشناسم، من جرئت ندارم به این بگم یعنی دیوونه میشه میره. ها ولی تو با جنبه من دوست دارم، ان شاءالله که 10 تا کامیون دیگه گیرت بیاد. به جون خودم میدونی نژاد پرستی کثیف ترین چیزه. بعد ما ایرانی ها، من چیزایی که تو ایران میشنوم بین افغان ها ایرانی دلم کباب میشه. امیدوارم فرهنگ خوب عزیز ایرانیمون رو حفظ کنیم، فقط عشق و محبت به همدیگه بدیم که عشق و محبت بگیریم. افغان، کرد، لور همه جوره، فقط تهرانی رو محل سگ نذاریم. پررو میشن. شما نه، فقط این یکی. شما تهرانی اصیل هستید، معلومه بچه شمرونی.
اینقدر باهاتون دارم حال میکنم نمیخوام این شو تموم بشه.